برای اون کسایی که با بحث ضرب و مترونوم راحت نیستن، یک تمرین رو میخوام بهتون بدم که اگر 3 هفته انجامش بدین، این تمرین 3 مرحله‌ای رو کلا با ضرب و مترونوم و شنیدن صدای مترونوم که مهمترین قسمت هست راحت میشین. هفته اول و تمرین مرحله اول این هستش که دست چپ رو خلاص بکنید و فقط شروع میکنید به آرشه کشی. همه این تمرین‌ها هم هر روز زیر 5 دقیقه باشه، روی یک سیم یا روی سیم‌های مختلف، در حالی که تمپو رو، مترونوم رو روشن کردین، تمپو رو پایین گرفتین، زمان بندی‌هایی رو توی ذهنتون انتخاب میکنید، تصادفی هم باشه، یعنی از گرد مثلا به سیاه بریم، بعد سفید، بعد نوت‌های چنگ رو انتخاب بکنید، مثلا 3 ضرب چنگ بزنید، بعد بلافاصله مثلا سیاه بزنید. این قبل از اینکه زمان بندی قبلی اجرا بشه، به خاطر میگم تمپو پایین باشه که هم بدونید بشنوید، هم بتونید زمان بندی بعدی رو قبل از اینکه قبلی اجرا بشه به صورت کامل توی ذهنتون انتخاب بکنید. زمانبندی‌های مختلف رو انتخاب میکنید، هی اجرا میکنید و سعی میکنید به مترونوم گوش بدین، اصلا چشاتون رو ببندین چون دیگه نوتی در کار نیست، همه چی تو ذهنتونه، و سر ضرب وارد بشین و اون زمانبندی رو که انتخاب میکنید به اندازه کافی بکشید. این میشه هفته اول. هفته دوم حالا دست راست رو خلاص میکنیم، انگشت گذاری میکنیم با نوت‌های تصادفی روی یک سیم یا باز دوباره رو سیم‌های مختلف و باز مترونوم رو پایین میگیریم، سعی میکنیم زمانبندی مختلفی رو که اجرا میکنیم سر ضرب وارد بشیم. حالا اینجا هم از نوت‌های چنگ و دولاچنگ بهتره استفاده بکنید که فرض بشه یه ذره انگشتاتون همزمان با مترونوم هم بتونید این کارو بکنید، هم زمانبندی‌های سیاه و سفید و گرد رو، و هم بین اینها حرکت کنید. یه هفته هم این رو تمرین میکنید و اولویت با شنیدن صدای مترونوم و عوض کردن نوت‌هایی که تو ذهنتون انتخاب میکنید. هفته سوم که مهمترین قسمت هست، این دوتا رو با هم میکسش میکنید به این شکل که میایین نوت‌های تصادفی رو میزنید با همون زمانبندیایی که توی ذهنتون انتخاب میکنید و حالا صداش هم با آرشه ایجاد میکنید، چون هفته اول همین ایجاد صدا رو تمرین کرده بودید دیگه. اگر این 3 هفته رو به این شکل تمرین بکنید، میگم با تمرین روزی زیر 5 دقیقه شما با شنیدن صدای مترونوم که مهمترین قسمت راحت میشین و یاد گرفتین، عادت کردین که زمانبندی‌های مختلف رو اجرا بکنید، دست چپ، دست راست و هر دو دست.